از ناحیه دیواشتی ولایت سوخت از سابق ناحیه قانچی همدیاران ما پیام رسوندند که در فضای ناحیه مخصوصا در بالای دیدبانگاه های حربی که در دیه های راست رو بود و موریک ارزی وجود کردند به سرنشین های قرقیزستان پرواز دارد. این بسیار یک پیامی بد است، پیامی خوب نیست وقتی که دشمن در فضای پرواز دارد و توسط ماهواره توسط سپوتنیک دیدبانگاه های ما را علامت گذاری میکند یا به نقشه میگیرد که اونجا هجوم کند. این بسیار یک ظهورات خوبی نیست و بسیار دل آدم سیاه می شود که عاقبت این به نقشه گیری نظارت کردن دشمن چی باشد. من خواهش میکنم که از افسران و عسکران و تا گنرال ها و سرهنگ های تاجیک خواهش میکنم که لحظه هوشیاری و زیرکی را از دست ندهیم. فکر میکنم اینقدر قربانی که تاجیکستان در همگی در 4 روز داد، فکر میکنم برای 100 سال آینده برای تاجیکستان کافی است. تاجیکستان تا به اونی که همین 7% همواری و 93% کوهستان را برای خودش چون کشور برگزیده بسازد، فکر میکنم اینقدر خون ریخت، اینقدر شهید داد، فکر میکنم کافی است. من از یارو دوستانی که متخصص هستند، کارگزار هستند، خواهش میکنم هرچی در فضای اجتماعی اطلاع در این باره اطلاع رو پخش کنید تا مردم آگاه باشند، مردم عادی آگاه باشند که به سرنشین ها هنوز هم در فضا پرواز دارند، به سرنشین های همسایه اگر گوییم و اسباب و انجام و تکنیک های حربیش هنوز هم در سرحد است و با توقفنامه به اون حجتی که امضا کرد رعایت نمیکند. این بسیار بد است و بسیار ناخوش هم هست و من در پایان فقط یک چیز رو میگم که همسایه‌ای که به سری مکتب همسایه‌اش گلوله پرتوفت، به سری مسجد همسایه‌اش ماده ترکنده پرتوفت، فکر میکنم از یگان دیگر منفوری و از یگان کاری زشت بر نمیگردد. هوشیاری و باز هم هوشیاری، قربانی بس، شهید دادن بس. تاجیکستان.